او شجاع کرمانی را خدا رحمت کند، یادم آمد قصهش. یک دختر داشت میگوید به بلاغت رسید، میگوید محله به محله میگشت، مسجد به مسجد میگشت که تا که یک شوهر یابد برای دخترش. ولی امروز ما اگر شوهر کابیم، مردم ما آنقدر بدگمان شدن که میگوید دخترش یگان عیب دارد. بدگمانی است. الان که خداوند در قرآن ما را از گمانی بد اجتناب ورزه، دور ایسته تاکید میکند. امروز باید این وظیفه هست که میبینیم یک آدم خوب یافتیم، دخترها منو پیشنهادش میکنیم، قبول داری یا نداری؟ حضرت عمر رضی الله عنه حفصه دخترش اول در ابوبکر پیشنهاد کرده بود. ببین اول در ابوبکر خیرات کرد، گفت دختری من حفصه را در نکاحت نمیدراری. ابوبکر گفت یک فکر کنم. خیلی عمر میگوید غضب آلود شد که من دختر ما در ابوبکر پیشنهاد میکنم، او برای خود مهلت میگیرد. او نمیدانست که در اینجا چی سیر است. حضرت عمر از سیر درک نداشت. اینجا عجیب سیر خوبه بود. پیشنهاد کرد به عثمان. عثمان گفت حفصه دختری مرا نمیگیری؟ گفت نه نمیگیرم. گفت حضرت عمر باز غضبش بلند شد. لیکن روز از روزها حبیب خدا دروازه عمر را تک تک کردند، وارد خانه شدند، گفتند ما خواستگار برای دختری تو آمدیم، ما دختری تو را میخواهیم در نکاح همان دراریم. این سخن پیغمبر در پیش ابوبکر و عثمان که گفته بود، این سخن ابوبکر و عثمان پنهان نگه داشته بودند. بعدا ابوبکر و عثمان آمدند گفتند بعد آنی که حفصه را دختری حضرت عمر رسول اکرم که گرفت، گفت عمر من میدانستم که آن زمان تو بسیار بالای ما غضب گرفته بودی، لیکن این سخن پیغمبر خدا بود که من حفصه را در نکاح خودم میدرارم. ببین مقصد حضرت عمر دخترش پیشنهاد بنده های خدا میکرد. اگر امروز شما هم دخترای خودتان دیده و دانسته، این حدیث پیغمبر است، در یگان آدم اوباش اگر در نکاح درارید، شما در حق فرزندتان ظلم کردید. ظلم کردید، مهنت کردید. برادر عزیز 17-18 سال از دست درنده های بی‌معنی او را تو محافظت کردی. باید این تو باز در شخص تسلیم کنی که وای آینده با این دختری تو صحبت خوب داشته باشد، از دامان و فرزند خوب به دنیا آید و خویش و تباری شما مستحکم باشد. به این خاطر این شجاع کرمانی خدا رحمتش کند آمد میگوید سیوم روز در یک مسجد در آمد که یک جوان نماز خوانده ایستاده است. بسیار خوشش آمد. جوان که تمام کرد گفت جوانی عزیز، گفت برای تو زن در کار نیست؟ گفت پدری عزیز گفت در کار است لیکن مبلغ ندارم. گفت چه مقدار مبلغ داری؟ گفت همگی 3 درهم در حیاتم دارم. خیلی کم بغل بودن. حالا امروز ما و شما زندگی 1 ساله را داریم و میترسیم. خانه را ذخیره کردیم، نان قاب جمع میکنیم، گندم جمع میکنیم، آرد جمع میکنیم، باز چشم طرف بازار از اونها که ذخیره اند. این معنی را دارد که تو اعتمادی به خدا نداری، تو رزق از خدا نمیبینی. گفت 3 درهم دارم. گفت بس است 3 درهم؟ رو گفت به یک تاش یک تکنان خرد، 1 درهمش در بدل گفت مهر این زن ده و 1 درهمش عطر بخر، گفت خوشبویی بخر. این مر انجام داد، گرفت آورد نزد دختر، نکاح کرده دادن. دختر را ببینید، تقواش را ببینید، اعتمادی تکیه بر خدای او را ببینید. برادرای عزیز شما مردین، اگر همون مردهایی که همین عقیده زن نداشته باشند، اگر 1000 تا تو جمع شوی خاک پای همین زنک نمیشوی. 1000 تا. این زن وقتی که خانه شوهر آمد میگه در اتاق خانه یک تکنان دید. گفت جوانی عزیز این نام بهر چیست؟ گفت اینم من برای پگاه خریدم. گفت این زن آنقدر ناراحت شد میگوید که دختری شجاع کرمانی بود. گفت یک جای با تو میخواهم خانه پدرم رو ببین. مایلش گفت. آمدن خانه پدر. گفت پدر جان، گفت من 20 سال در خانه تو آب و نان خوردم، عبادت خدا میکردم،
من بار در خانه تو ندیدم که خوراک پگاه را امروز تو جمع کرده باشی. چرا این شوهری که برای من دادی اعتمادی به خدا ندارد، ریسک فردا را امروز پیدا میکند، برای چی گفت؟ این سوال ببینید. چه عقیده های تازه داشتند، چه خدا ترس بودند. از این خاطر خواهر عزیز، من باوری دارم که این شوهری که کار میکند یک تکه نان نه بلکه چند تکه نان در خانه شما هست. مبلغی هست که انشاءالله تو یک روز نه 10 روز زندگی کرده میتونی. برای همین طاقت کنید، صبر کنید، قناعت کنید، خدا برای شما انشاءالله هر چی خواهد نصیب میگرداند. در رزق دادگی خدا هیچ وقت ناراضگی نکن. چیز خدا داده است راضی باش، خوشنود باش، الله انشاءالله باز رزق تو را زیاد میگرداند. داملا درود و رحمت خدا به شما که ما را بیدار کردید به شناخت خدا و دور کردید از هر گونه راههای پلید و خطا. شما افتخار تمام مسلمانید، علل خصوص مسلمانهای شهر کولا. داملا صاحب زن شدم، 2 روز شد که برای فرزند صالح یافتن چه راهها در اسلام وجود دارد. این دادر ما نو صاحب زن شدند و خواهشان همین بود است که چه راهها را استفاده بریم که از دامان این زن برای من فرزند صالح خدا نصیب گرداند. اولا دادر عزیز، در تقدیر شما اگر فرزند صالح باشد خدا نصیبتان میکند، چیزی که در تقدیر شما خدا کشیده باشد. لیکن برای دریافت فرزند صالح هم در اسلام برنامه های زیاد است. همه شما زن دارین، اکثریت زن دارین، کسانی که آینده زن میگیرین. من برای شما راه های دریافت فرزند صالح را وقتی این خطچه را در خانه خواندم در حال در فکرم آمدم. فرزند صالح برادرای عزیز و گرامی، وقتی من نام فرزند میگیرم بسیار قیمت است به خدا، بسیار قیمت است. از خانه هم قیمت است، از ماشین هم قیمت است، از تمام یار و رفیق هم قیمت است. اگر تمام جهان فروشند برابر به یک نعمت فرزند میشود. خدا در قرآن سوره شورا میگوید لله ملک السماوات والارض یخلق من یشاء. از برای پروردگار است آسمان و زمین، آن چیزی که در بین آسمان و زمین است پیدا میکند هر چیزی را که خدا خواهد. یخلق من یشاء یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء ذکورا او یزوجوهم ذکران و اناثا و یجعل من یشاء عقیما. این پروردگار چیز زیبا میفرماید. بندگان خدا، کجا پیش فالبین میروی؟ خدا میگوید کجا پیش فالبین میروی؟ کجا پیش بینکا میروی؟ کجا از بندگان خدا تو زاره و تولا داری؟ کجا بندکایی که در درختای مزارا میبندی به خاطر فرزند؟ الله میگه رجوع به سوی من کن، من هستم آن خدایی که برای تو دختر میدهم، من هستم. اعلام کرد خدا بزرگی خدا. یهب لمن یشاء اناثا، من هستم آن خدایی که از من فرزند بخواه، من برای تو فرزند میدهم. هیچ کس قدرت ندارد که در شکم زنی تو فرزند پیدا کند به جز ذات من. دادر عزیز بیدار شوید، رجوع به سوی خدا کنین، زاره و تولا از خدا کنین، آب چشم کنین. الله شما را به همه بهترین حالت ها میرساند، از همه بدترین راه ها شما را میگرداند، از دست ظالم ها شما را خلاص میگرداند. همگی اینا را الله میکند. میدهم برای شما دختر، میدهم برای شما بچه. او یزوجوهم ذکران و اناثا، من هستم آن خدایی که در شکم زنها 2 تا فرزند جای میکنم، هم بچه و هم دختر. و یجعل من یشاء عقیما، من هستم آن خدایی که اگر تمام دنیا را تو تمام پولش صرف کنی زن تو را نازاینده میگردانم، من هستم آن خدا میگوید. ببین دختر میدهم، بچه میدهم، دختر و بچه میدهم، یا میگردانم تو را بی ذریات و بی فرزند، من هستم آن خدا. فرزند قیمت است برادرای عزیز و گرامی. این فرزندکایی که در خانه های شما 10 و 11 هست، بالای و شکرانه کنید شما بنده های نیکبخت خدا بودین که خدا برای شما این گونه نعمت نصیب کرده است.
شما قدر این نعمت از به فرزندها میدانید، از اونها میدانید. رفته از رادامها حلال است حرام است بیچاره با مبلغ‌های کلان خریده آورده تربیه میکنه. شما از اونها به قدر این فرزندان میرسید. حضرت سعدی میگوید زنان باردار ای مرد هوشیار اگر نزد ولادت مار زاید. اگر یک زن حامله آوازه و دروازه شود که یک مار تولد کرده است. حضرت سعدی چی میگوید؟ خدا رحمتشان کند. پیشواهای ما و شما، دانشمندهای ما و شما، نصیحت کننده های ما و شما را ببین. از آن بهتر به نزدیکی خیرتمند که فرزندان ناهموار زایند. همینش گفت بهتر است از آنه که اگر فرزند ناصالح و فرزند ناخوب به دنیا بیارد. از این گونه فرزند ناخوب و ناصالح، فرزند نابکار و فرزند ظالم را دیده خدا یک مارش دهد، این بهتر است. ببین فرزند صالح چقدر قدر دارد، فرزند صالح چی مرتبه دارد. این دادر ما فرزند صالح میخواهد. حدیثی هست، حدیثی صحیح در کتاب علم در ریاض الصالحین از امام نووی که حضرت این حدیث در این کتاب علم جمع آوری کرده است. اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمل الا من ثلاث صداقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. جان من فدای پیغمبری خدا، چی سخنی خوب گفتند. بنده های خدا گفت روز از روزها نامه اعمالتان پوشیده می شود. جانتان خدا قبض میکنه، دیگر شما نه بدی کرده میتانید نه نیکی کرده میتانید. در خانه قبر منتظر قیامت خواب میکنید. لیکن نامه اعمال بعضی از انسان ها کشاده است. گفت پیغمبر ببین خوش به حال آن بنده ای که نامه اعمال در دنیا هوی از کشاده است، ثواب میرود. و کوشش کن از جمله انمین ها باش. اینا را من برای چی از گویم عمق دل، از سوزش دل به خدا قسم برای شما ساده میکنم، برای شما عادی میکنم که شما فهم این دروید. کوشش کنید از جمله این سه طایفه باشید. نه در دنیا غمگین میشوید نه در آخرت بنده بهترین خدا به شمار میروید. صدقه جاریه، از جمله آن کسانی باش که صدقه جاریه میکردگی باشید. پول تو در راه خیر صرف میشده باشد. راه ساز، آب بکش، مهمانخانه بساز، مسجد بساز، مکتب بساز، یک دختر شوهر بده، یک بچه را زن بده. بهترین صدقه های جاریه هستند. از جمله اینا باشین. پولتان در راه خیر صرف کنید. زیرا حبیب خدا میگوید بهترین پول سه پول است. سه پول. از جمله اونها باشید. کسانی که در حق اهل عیالشون، کسانی که در چیزهای سوارشان، کسانی که در بنده های خدا در راه خدا خیر میکنند. بهترین پول این سه پول است. پریشان کن امروز ای گنجی نجوس، ای آدمی که امروز میلیون جمع کردی، صدها هزار دلار جمع کردی. اینا داد خدا هستند، خدا نصیبت کند. ما دشمن پولی تو نیستیم، ما دشمن تو نیستیم. ما دعا میکنیم که تو همیشه خداوند با دولت باشی. لیکن حضرت سعدی باز نصیحتت میکند پریشان کن امروز ای گنجی نجوس که فردا کلیدش نه در دست توست، کلیدش در دستت نیست فردا. دویم کیست؟ یکم صدقه جاریه. دویم کسی که علم دارد، علم برای منفعت شریعت استفاده میبرد. از علم او مردم بهره میبرند. علم برای دریافت و برای دریافت منصب و جاه و ثروت و دولت استفاده نمیبرد. علم در راه حیله و نیرنگ استفاده نمیبرد. علم خدا دادگی را برای بهبودی برای مردم، برای راست هدایت کردن به گوش مردم میرساند. این عالم در قبر خواب هم که باشد، آن شاگردهایی که از او سخن جمع کردن، سخن یاد گرفتن، حدیث شنیدن، ثواب او در نامه اعمال عالم رفته ایستاده است. خوش به حال همون عالم ها. پناه به سوی پروردگار میکنیم من علم لا ینفع، از علمی که فایده نداره، از علمی که دروغ است،
از علمی که فقط برای تله و تاراج است. از این خیل علم خدایا به سوی تو پناه طلب میکنیم. سوم، حبیب خدا گفت نامه اعمال کی گشاده است؟ او ولد صالح یدعو له، فرزند صالحی که خود جان به حق تسلیم کرده و فرزند صالحی که بالای سر تو کلمت گفت، فرزند صالحی که منه تو را بست، فرزند صالحی که تو را غسل داد، فرزند صالحی که جنازه تو را خواند، تابوت تو را برداشت برد در قبر با دستای خودش. این تنه نازکی که 60 سال 70 سال برای این فرزند تو صرف کرده بودی، اذیت کشیدی، مشقت کردی، با دستای خود در لحد تو را گذاشت و گفت دیدارها تا قیامت پدر. انا گفت سیوم طایفه همون آدمی هست که فرزند صالح در دنیا باقی میماند. دادرای عزیز کوشش کنید فرزند خوب باغی پدر، فرزند بد داغی پدر. فرزند خوب کنین باغ جنت از شماست. فرزند ناخوب برآمد، اهمیت ندادی، بے پروایی کردی، این داغی هست در روز قیامت برای تو. برای پیدا کردن فرزند صالح خدا رحمت کنه نوح ابن مریم میگوید قاضی بودن، قاضی مرو فلسطین ده. بعدا خواستن دختری خوب داشتن، خواستن که دخترشون به یگان جوان مسلمان تسلیم کنند. هر کس توصیه داد رو فلانی پول کلان دارد، منصب کلان دارد، بسیار شرایطهای خوب دارد، تسلیمش کن دختر در راحت قدم میگردد. گفت نه، گفت من میخواهم یگان آدمی خدا ترس، آدمی کم بضاعت نادار ده همین دختر ما تسلیم کنم. هر چی فکر کرد آخر به خلاصه آمد که یک غلام داشت، همون قاضی به نام مبارک بود. گفت همین غلامی خود نمیتموش، شب دراز نماز میخواند، آدمی با تقوا هست. حیرت کرد غلامش در حیرت ماند. این قاضی گفت این چی پیشنهاد است؟ خیلی آدمی ایماندار، نشانه ایمانداری اوست. نکاح کرد، دختر گرفت. زمانی که این غلام مبارک نام داشت، دختری نوح ابن مریم میگه به خانش برد، 40 روز خانه‌داری نکرد. 40 روز. حالی جوانای ما خدا با توفیق و هدایت چون زیاد کنن از گوشک تلفن میزنن، داملا پیش نکاح علاقه ما با زن ما یک جایه شیدیم. آیا اگر نکاح کنیم و بعد اگر همون نطفه اولی که ما با او در زمان بی نکاحی یک جایه شدیم فرزند ما ولد زیناست؟ بله ولد زیناست. بله او فرزندی که تو پیش از نکاح نزدیک شدی او حرامی است. 40 روز این غلام آیا زن نمیخواست؟ آیا برای این لذت و گویم که مهربانی زن در کار نبود؟ 40 روز به زن نزدیک نشد. آوازه به گوش مادرش رسید، مادر زن قاضی در رسید که با زن یک جایه نمی شود. قاضی فریاد کرد، غلام گفت چی بلا هستین؟ چی که پس گفت؟ اگه کمبود داری؟ گفت نه کمبود ندارم. کمبود گفت از جانب توست قاضی. گفت چی کمبود است؟ گفت من وقت زمان غلام بودم میدیدم برای تو پاره میدادم، برای تو از هر جانب لقمه حرام می آمد. این دختر من در حدیث پیغمبر خواندم که در کدام شکمی که اگر لقمه حرام باشد تا 40 روز این انسان از رحمت خدا دور است. من 40 روز این زن باعث اون نزدیک نشدم، با خوراک‌های خود تأمین کردم که وجود او پاکیزه شود، بعد خانه‌داری کنم تا که از این فردا فرزند صالح به دنیا بیاید. ببینین راه بهترین فرزند صالح را مبارک برای ما تعلیم دادن که وقتی وی بعد 40 روز خانه‌داری کرد از او فرزند به دنیا آمد به نام عبدالله ابن مبارک. عبدالله ابن مبارک بسیار آدم خداشناس بودن. از خوردی میگوید آب چشم داشت، از خدا میترسید. 30 سال خورد داشت، نام خدا را میگرفت، زار میگریست. همون عبدالله ابن مبارک. به خاطر چی؟ به خاطر که وجود مادر تازه بود، زمین خوب بود، زمین شوره. حضرت سعدی میگه سنبل بر نیارد در او تخم و عمل ضایع مگردان. او زمین شوره است. میگوید آن معده هایی که وجوده که پر از حرام است مثل زمین شوره است، ولی در دیوار شوره هم حتی همون شکرتور انداوه میگیم کنین همش میریزه. به این خاطر حضرت گفته در او تخم و عمل ضایع مگردان. تخم و عمل تا در زمین شوره ضایع نکن، زیرا از او فرزند خوب به دنیا نمی آید.
دادای عزیز، میخوای فرزند خوب؟ لقمه حلال، فقط لقمه حلال قطع زن تربیه کن، وجود او را به لقمه حلال آلوده ساز. الله شاهد است، به خدا قسم برای تو بهترین فرزند نصیب می‌گردد.